سلام بچه ها، من اومدم با یه ویدیو خیلی خفن از پابجی موبایل. بچه ها من تازه فعالیت شروع کردم، لطفا حمایت کنین. یکم به کسایی نیاز دارم که مثلا حمایت کنن و یه چیزی داشته باشم که بخوام ادامه بدم. ممنون میشم ازتون اگر منو حمایت. بچه ها من یکی از پلیرهای خیلی عادی میشه گفت نوب سگ بازیم، نوب سگم دیارم. یعنی بچه ها حتما بعد این ویدیو یه ویدیو کد براتون میذارم، حتما منتظر آپلود شدن ویدیویی که من میخوام داخلش حالا بگم من با چه پابجی رو پلی میدم و اینا از آدم براتون عجیب نباشه، چون یه حاده عجیبی داره با اون چیزی که باش پلی میدن، یه حاده کاملا عجیبی داره. بزن بریم بچه ها. من هیچ وقت دوست ندارم مثلا مپ خود گیم رو پلی بدم، با اینکه یه مپ خیلی خفن اومده این سیزن پابجی، تو این سیزن پابجی اومده، ولی دوست ندارم. بیشتر دوست دارم این مپشو برم که خیلی پلیش دادم، یعنی آنلاین زیاد پلی دادم، یعنی با یه پلیر آنلاین با این مپ آشنا شدم. چون یک سری میگن یه کمپی هستش که کمپ عمو ویکتوریه. شما اگر پابجی پلی بدین، حالا من که زیاد پلی نمیدم، من لیولی من حالا من خیلی چیز آرپی من پایینه، مثلا اینکه بعد اون موقع خیلی پلی ندارم. بگن من آخرین بار آرپی 50 بود، ولی نمیدونم چرا گل نمیشد و این لیول 40 های نوبسک آرپی هاشون گلده. اینو شو حتما تو کامنت بگید. من پابجی پلیر قهار نیستم بچه ها، من اینو باز هم بهتون میگم، پابجی پلیر قهار نیستم. و آره بچه ببخشید یه لحظه پدری گیرامی زنگ زد، حالا اشکالی نداره، شما دیگه کاریتون به این اتفاقات نیفت، حالا کاری به این اتفاقات نداشته باشید لطفاً به خاطر منم که شده، به خاطر کسی که شده لطفاً منو ساب کنید، لایک کنید، یه انگیزش خوبی به من بده تا من با خوشحالی براتون ادامه بدم و دیگه. آره ممنون میشم اگر به حرف من گوش کنید، واقعا ازتون ممنون میشم، چون این انگیزش خیلی مهمه. پدر مادر من انگیزشی به ندادن، میگن هیچی بهت نمیرسه این وسط. کلا ناراحتم چون کسی نیست بهم انگیزش بدن، ببینم شما چه جور انسانی هستید، ببینم آدم انگیزش هستید یا نه. ای سیک بچه اینجا حالا ببخشید که یه دونه مردیم بچه، خدایی به زودی قرار پخش زندم بذاریم، به زودی پخش زنده موبایلم قراره بذاریم که بریم پابجی پلی بدیم. من نمیخوام ویدیو کنم بچه خیلی طول بدم، ببینید از طول دادن ویدیو مثلا خیلی بدم میاد، شد تهش نیم ساعت شد، نیم ساعت 40 دقیقه، چون من اینجور نیستم که ویدیوم باید طولانی باشه و اینجور انسانی نیستم که ویدیوهای طولانی بسازم و فقط وقت شما رو میگیرم به خود و ساختن این ویدیوی طولانی، فقط وقت شما دوستان عزیز و گرامی رو میگیرم. کار الکی بگم ساختن اینجور کارهای الکی نیست، البته درآمد داره، خاطر درآمدش ما گفتیم حالا به یه درآمدی داشته باشیم، چیزای گیمینگ برای موبایلمون بگیریم و هر سری موبایل بهتر بشه و دیگه از اینا. بچه من خودم به شخص پابجی و کالافو خیلی ترجیح، کالافو که به پابجی خیلی ترجیح میدم، خدایی ببین کالاف خوبه ها، ولی پابجی هیچی نمیشه کالاف در این پابجی هم خوب چیزی ها نمیگم. حالا اگر اون کسایی که حالا پابجی پلی میدن بهشون برخورد ببخشید، یه به نظر من ای پیدرز شما نمیفهمم اینا چجوری اینجوری میزنن ما رو، یعنی من هیچ وقت اینشو درک نمیکنم.
هیچ وقت بچه از جایی که من خیلی فشار خوردم میخوام برم آرنا بزنم. آرنا که همه پابجی بازا میدونن چیه. به سگای پابجی هم شاید بدونن. اینه من بزیرم بریم یه آرنا بزنیم. یه آرنا همون نشه بچه های گود. اول من میگم بریم مپ پارک. بابا چی دارم میگم؟ مپ پارک حال میده، میدونی؟ مپ پارک چیزی که حال میده بچه مپ پارک هم نمیاد. خب آها اسکیپ میکنیم چون هممون تا حالا مپ پارک رو دیدیم. بچه این موبایلت گوهیه بچه. من با این کالاف میدم، من با این فست اسکوپ میزنم. کالاف بسیاری ولی خب آره میزنم. خیلی مستال شده بخوام فست اسکوپ بزنم که بتونم من بزنم. وی آره داشتم میگفتم دیشه من نرفتم اینجا تا حالا. تو مپ پارکش اومدم و فقط رفتم چیزش آخه. فقط رفتم داخل چی اسمش، داخل آها اونجا گم دارم بسید دیزونم اسنایپ دارم، ای لول برمیدارم، اسکوپ که داره. آره اسکوپ داره. بذاری چیزا برای هیدم هم بردارم اینا. خب بچه ها بریم. کسی نیست بخواد من باش فایت بدم. هیچ گوگلی نیست. اینا بزنم چی میشه؟ نمیتونم باش اینا رو بزنم. داداشم بایستا سلیمه میخوایی بینم قهوه اساسش جالبه. بابا چقدر چش زنی کردم خودم. نه خدا چی شد یادم خودم ای پیاره این بزا هیدی اونو بزنم دیشو میزنیم هیچ نمیشه. امو ویکتور منو نیای. امو ویکتور کو؟ امو ویکتور مهربون همیشه با من بمون. امو ویکتور مهربون همیشه با من بمون. امو ویکتور کجاست؟ امو ویکتور یا خدا این ما ترکید یا بفرد این کیست؟ کجا دارم میرم من؟ بابا این منو کجا برد؟ خب مریدم تو اون نوشته پابجیت. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. با یه سریاتون حالا میدونم میاید کامنت میذاری که چرا اینقدر ویدیو کوتاه. و بچه ها من حالا یه کاری تو تنظیمات کانال که نه تنظیمات خود یوتیوب باید انجام بدم. اکانتم نمیدونم حالا کامنتاتون رو بخونم. اگر کامنتاتون رو گذاشتید دیدی من نمیخونم ببخشید، بعدم حتما میخونم کامنتاتون رو. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.